از باب رضا که وارد صحن پیامبر اعظم میشیم مستقیم که بیای رواق امام خمینی، بزرگترین رواق و زیباترین برای اجرای مراسمات مختلف مذهبی. ورودش خانوادگیه و خیلی عالی. خوش اومدین به رواق امام خمینی. کاش میشد این بوی عطری هم که اینجا پراکنده شده بفرستم واسهتون. خوشبختانه توی حرم همیشه تمهیداتی برای خانوما تعیین شده. یکی از بهتریناش جدا کردن محل خانوماست. اون قسمت مخصوص بانوان و این قسمت خانوادگی است. یا سریع الرضا، هرچه هستم ببخش، رو سیاهم ببخش. صفت فرش کار همیشگی که خادم ها انجام میدن. خادم ها اجازه ندارن به هیچ عنوان وسیله‌ای که دارن ازش استفاده میکنن، حتی چوب پرم باشه، دست شخصی بدن و در قبال اون وسیله مسئولن. پس حتما خودشون باید جارو کنن. درخواست جارو کردن نکنید. الرضا یا سریع الرضا، ارحم الراحمین، ناتوانم ببین، واسع المغفره اکرم الاکرمین. به ولای علی، به کتاب مبین، که بود در دلم مهر آل ابا. یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا. ابر رحمت ببار بر کبیر دلم، که از خزان گناه خشک و بی حاصلم.